سیدعلی و دارالدسته بد جوری پیسی افتادن، بی پولی بد جوری یخشون گرفته. این تحریم ها حسابی بیچارهشون کرده. الان در بدر افتادن این ور که آقا این تحریم ها باعث میشه ما دارو نخریم، نمیتونیم به مردممون برسیم. جاکش تو اصلا به فکر مردمی، تویی که 4 تا جنسیه که از بیرون میفرستن برات، به جایی که بدی دست مردم بیاری تو بازار آزاد میفروشی، صحبت از مردم میکنی. بعدم شما هر داروی خاصی مراجعه کن به حاجیت، من برات 1 دقیقه بفرستم. دارو جزو اقلام تحریمی نیست. بی خودم گدابازی هم در نیارید، نه من قریبم بازی هم در نیارید. این گرگ زخمی رو باید کش، نباید اجازه بدیم باز به رگاش خون بیاد. اینا آدم های بیشرافتی هستن. اونی که از اینا دفاع میکنه و دنبال اینه که اینا رو یه مدت دیگه زنده نگه داره، از اینا بسیار بیشرافت‌تر و بی پدر مادرتره. اینا مملکت رو به نابودی کشیدن، الان هم میخوان باز لنگان بتونن ادامه بدن. اینا نه شرافتی دارن، نه به فکر مردمن، نه اصلا براشون مسئله مردم مهمه. اون ظریف و اون روحانی و این 2 تا میمونی هم که افتادن جلو به دنیا. آقا تو پوفیوز مگه نمیگفتی من انرژی اتمی رو میخوام دارو باش تولید کنم؟ دارو پس کو؟ بعدم کشوری که 41 سال شما قدرت دارید الدنگا، هنوز 4 تا دارو نمیتونی وارد نکنن به ندن، میمیری. زر دیگه نزن، گوی مفتم نخو، برو جنته بگی مرد که مادر جنده. آوایبو.com